به 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 به، خیلی دستا داره قشنگتر میشه. آقا من بازم موسیقی اجرا میکنم، منتها این دفعه شما به من بگید سنتی بخونم یا پاپ؟ سنتی با فالوده باشه یا آبلیمو فقط بزن؟ آبلیمو بیشتر دوست داری؟ نه آخه ببین آقا، بریم بحث ورزشی رو اول را بندازیم. من ببینم اینجا استقلالیاش یه دست بزن ببینم چند نفرن. ماشاءالله. حالا پرسپولیسیاش دست بزنن. آقا حالا هیچکی دست نزنه. 40-50 نفرم هیچکی داریم حسین، اینجا چقدر باحاله. آقا بحث فوتبال ما در مورد استقلال و پرسپولیس نیست، نه قرمز نه آبی، فقط سبز هزاری. عشق است. ورزشگاه آزادی 120,000 نفر اومدن ایران عربستان. جام جهانی مقدماتی جام جهانی 6 سال قبل آقا و خانومی عصر جمعه نشستن پای تلویزیون با سلیقه های متفاوت. خانم خونه اصلا به فوتبال علاقه من نیست، آقا جونش در میره واسه فوتبال. لذا تا فوتبال شروع شد خانم کنترل برداشت با عصبانیت. باز این فوتبال لعنتی شروع شد. ایش زرتی زد با کنترل، برنامه آموزش آشپزی رو انداخت وسط پخش مستقیم فوتبال. آقای خونه رو داری دیوونه فوتبال پای تلویزیون دراز کشیده بود دمرو با یه پاکت تخمه 7 کیلویی، همچینم هیجان زده. یهو دید کانال عوض شد. خانم چیکار میکنی؟ فوتبال داریم نگاه میکنی. جر و بحث و درگیری، لج و لجبازی. کنترل تلویزیون یه طرفش آقا بکش یه طرفش خانم بکش، اما در نهایت آقا حریف خانم نشد کنترل ازش بگیره. چرا که امروز روز خانوما زورشون از آرنولدم بیشتر شده. از خودتون پذیرایی کنی خواهرا. آقایون هم شدن مرد عنکبوتی دفلکی. خلاصه آقا شکست خورد، نشست با تلویزیون. آخر رو خود تلویزیونم میشه کانال عوض کرد. با انگوش فرتی زد فوتبال. خانوم با من لج میکنی؟ زرتی زد با کنترل آشپزی. اون فرتی میزد فوتبالی، زرت و فرت تلویزیون رو در آوردن. به نام خدا، با سلام حضور شما بینندگان عزیز. اینجا ورزشگاه آزادی بیشتر از 100,000 نفر آمدن و تیم ملی جمهوری اسلامی ایران رو یک پارچه تشویق میکنن. هیاهوی عجیب در ورزشگاه به راه افتاده و کماکان موج مکزیکی ادامه داره. در قسمتی از ورزشگاه عزیزانمون از خطه جنوب کشور بندرنشینان عزیز با ساز دمام آمدن و تیم ملی رو تشویق میکنن. این طبل گنده ها هست که بندریا میارن تو ورزشگاه با این سنج آهنیا به هم میکوبن. لحظات شما رو دعوت میکنم به شنیدن صدای ساز دمام توسط بندری های جنوب کشور. ورزشگاه ناگهان خالی از جمعیت شد. 100,000 نفر یهو رفتن. نه حسین خدا شفاعت بده. یعنی من طلب سلامتی هم برای رفیقم میکنم.